شناسی مهمترین مسائل یعنی زمانی معاصر به شمار می رود و این یک تاریخ بسیار طولانی را در خودش کسب نموده است. اگر ما به تاریخ این مسئله یک بار نظر افکنیم، بیشک اولین بررسی کننده این مسئله این در تعلیمات فلسفی یکی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ یونان باستان سقراط افاده یافته بود. این حکیم و فیلسوف بزرگ یونان باستان خطاب بر خود انسان نموده بود که یعنی خود رو بشناس و بعدا در دوره‌های معنی تاریخی این مسئله با نام خودشناسی در مکتب‌های گوناگون فلسفی شرقی ما با همین مفهوم افاده خودش دریافت کرد. زمانی سوئیسقلال یکی از مهمترین تغییرات‌های کلی رو محض در مسئله اقتصادی، معنوی و اجتماعی مردم رو به وجود آورد که این بیشک یعنی آغاز خودشناسی ملی، یک دوره معینی هویت ملی، یک دوره معینی بگیم که انام اصالت ملی شخص در زمان امروز با وجود آمدگی بود. پیش از اونی که ما در مسئله خودشناسی حرف میزنیم، خودشناسی ملی سرچشمه میگیرد این از خودشناسی فردی. خودشناسی فردی عبارت است از عنصرهای خاص خود، یعنی خود نظارت کنی، خود تکمیل دهی و خود اداره کنی. و در پرتو این مثلا یعنی شخص رو از این گونه عنصرها، از این گونه اصالت‌های عبارت است که با یک شخصیت سالم و سازنده، یک شخصیت ایجادکار، یک شخصیت فعال و فرهنگی در جامعه باعث می‌گردد. چون در مسئله خودشناسی ملی همه روزه در پرتو پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در هر یک برآمد پیشوای معظم ملت افاده درش یافتگی است و این مسئله یکی از مسائل مهمترین سیاست دولتی امروزه خردمندانه پیشوای معظم ملت به حساب می رود. پیشوای معظم ملت در برآمدهاش قید میکند که خودشناسی ملی این دوست داشتن وطن، زبان، فرهنگ، تمدن و تاریخ ملت خویش است و برای این مسئله ها را در خود به وجود آوردن انسان همچنین یک انسانی دارای بلند جهانبینی علمی و یک انسانی سازنده و سالم در جامعه باعث می‌گردد. امروز در عرصه بین المللی مردم تاجیکی ما یعنی هویت اصالت خویش رو از نگاه فرهنگی، تاریخی، تمدنی دریافت کرده است و یکی از در ما معلوم است همه ساله جشن‌های مهمترین فرهنگی را به مانند جشن بزرگ نوروز که در خود بهترین فلسفه زندگی، فلسفه معنوی خودشناسی در اون تجسم یافتگی است، انعکاس شدگی است. سال فرهنگ تمدن آریایی 2006 2700 سالگی کلابی بوستانی هم جشن گرفته شد و سال بزرگداشت امام ابو حنیفه سال 2009 که این بیشتر از اصالت و هویت بلند ملت تاجیک در عرصه جهان درک می‌دهد. هویت ملی در برابر خودشناسی ملی ما وقتی حرف میزنیم، هویت چی است؟ هویت این سطح بلندی درجه تشکل فرهنگ ملی خلقمان در عرصه جهان به حساب می‌رود. چون که ملت تاجیک البته در تاریخ اثبات شده است که ملت تاجیک یک ملت کهن بنیاد، یک ملت تاریخی و از جهت فلسفی و حکمتی و فرهنگی بسیار بوی غنی به حساب می‌رود. خودشناسی ملی بیشتر درک می‌دهد از اصالت ملی. خودشناسی ملی بیشتر درک می‌دهد از هویت ملی. خودشناسی ملی بیشتر شهادت از اون می‌دهد از وطن دوستی، درک و حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی ما مردم تاجیک. چون که هر یک شخصی خودشناس ببینید که یعنی دارای قابلیت بلندی فکری و سازندگی در جامعه ما امروز رهسپار گشته هستند.